وقتی نماز شد باید نماز را ادا کرد. به مسجد باید روان نماز را خوند. مغازچی به کجای رفت؟ باید رفته یگان چی گیریم. این را ببین، در اینجا چیزی نیسته است. من به نماز رفتم. اون محصولاتی که میخواهیم مبلغش را در روی میز گذارید. زود بیا گیریم رویم. محصولات را گرفتید، مبلغش را بر روی میز مانید. دوستانم این چیز را گرفته مبلغش را سپرده؟ بله، مبلغش رو به شخصی در اون بوده سپردیم. در مغازه من شخصه؟ همه وقت اون چیزی که داره تنها به خداوند بزرگ، به الله بزرگ توکل کنه. پروردگار بزرگ اون چیزی که داره در پناه خود حفظ میکنه. تنها در عبادت و شایستگان باشید. در صفحه ما ابونه شده این نوار رو به تمام دوستانتون روان کنید.